به پارتنرشپ فودگور هلت خوش آمدید. ما همچنان به عنوان PGH شناخته می شویم. بس RTA یک شوی خوب برای رفتن به اطراف شهرستان کایاهوگا است. شما می توانید مسیرهای اتوبوس را با دیدن نقشه های اتوبوس یا استفاده از ترانزیت اپ پیدا کنید. شما باید شماره اتوبوس را که به نقشه شروع و مقصد شما نزدیک است بدانید. اگر هیچ اتوبوس مستقیم از نقشه شروع و مقصد شما وجود نداشته باشد، شما باید اتوبوس دوم را بگیرید. در ایستادگاه اتوبوس یک علامت هر شماره اتوبوس را که در آن مکان توقف می کند نشان خواهد داد. زمانی که یک اتوبوس به توقف می رسد، شماره مسیر و توقف آخر در قسمت جلو اتوبوس نشان داده می شود. زمانی که بس شما می آید بگذارید که کاملا توقف کند و همچنان با مسافرین دیگر اجازه دهید تا قبل از سوار شدن خارج شوند. کرایه خود را با تغییر دقیق پرداخت کنید یا بس پس یا کارت کرایه خود را بکشید. بنشینید و منتظر بمانید تا توقف شما فراخوانده شود. این همچنان یک نظریه خوب است که از پنجره بیرون نگاه کنید تا توقف را ببینید. زمانی که شما توقف خود را میبینید یا میشنوید، سیم توقف را بکشید یا نوار توقف را فشار دهید تا به راننده اشاره کنید تا توقف کند. قبل از خروج از اتوبوس منتظر بمانید تا اتوبوس کاملا توقف کند. اتوبوس یک وسیله ترانسپورتیشن مصون و کم هزینه است. تشکر.